هممون میدونیم کیسای آسیای شرقی کیسای عادی نیستن و امروز در این پرونده چیزای خوبی در انتظارمون نیست. سلام، من ماهیم. به این ویدیو خیلی خوش اومدین، صفا آوردین. پرونده امروز پرونده هلوکیتیه و واسه تعریف کردن این پرونده لازمه که سفر کنیم به سال 1999. در ماه می سال 1999 یک دختر 14 ساله به اداره پلیس مراجعه میکنه و ادعا میکرده که روح یک زن شکنجه شده داره آزارش میده. پلیس اول ادعاشو باور نمیکنه، اما بعد از کلی اصرار بالاخره راضی میشن که برن خونه دختره. وقتی پلیس وارد خونه میشه میبینه که خونه خیلی به هم ریخته است و سراسر خونه پر از عروسکای هلوکیتیه، از کوچیک تا بزرگ. اما بزرگترین عروسک هلوکیتی با بقیه فرق میکرده و اون دختر شروع میکنه به گفتن داستان اون عروسک هلوکیتی، داستان قتل فن من یی. فن من یی تو سال 1976 به دنیا میاد و از بچگی توی یک پرورشگاه دخترانه بزرگ میشه. تو سن 16 سالگی اونجا رو به خاطر قوانینی که داشته، یعنی تا سن 16 سالگی بچه‌ها رو نگه می‌داشتن، ترک میکنه و بعد از اون بیخانمان میشه. در همین حین به مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنه و مجبور به تنفروشی خیابونی میشه. تو سن 21 سالگی تو یک فاحشه‌خونه به نام پوکار پیدا میکنه و مشغول به کار میشه و با یکی از مشتریاش که معتادم بوده تو سال 1996 ازدواج میکنه و 2 سال بعد، یعنی تو سال 1998، دقیقاً 5 ماه قبل از قتلش، پسرش رو به دنیا میاره. اینجا فن فکر میکرد که اوضاع زندگیش داره درست میشه و بالاخره قراره طعم یک زندگی واقعی رو بچشه و حتی تلاش میکنه که مواد مخدر رو ترک کنه. اما شوهرش رو شخصی که فکر میکرد نبود. شوهرش رو یک فرد متجاوز توصیف میکنن و همسایه‌ها میگفتن که هر روز با صدای دعوای اینا و جیغ و داد و گریه بچه از خواب بیدار میشدن. فن تصمیم گرفت زندگیشو تغییر بده تا بتونه از بچهش محافظت کنه و زندگی بهتر و امن‌تری رو براش فراهم کنه. پس مواد مخدر و فحشا رو کنار گذاشت و توی کلوپ شبانه مشغول به کار شد و شوهر خشن نکبتش هم چند ماه قبل از قتلش ترک کرد. به خاطر همین فن درآمد خیلی کمی داشت. تو این کلوب فن با مردی به نام چان آشنا میشه که دلال مواد مخدر بود. حالا چان کیه؟ چان مندی یک مرد ثروتمنده که عضو مافیای چینه. 33 سالشه و دوست پسر همون دختر 14 ساله‌ایه که اول ویدیو گفتم. فن که از پس مخارج برنمی اومده تصمیم میگیره $4000 هنگ کنگ که تقریبا میشه $500 آمریکا از کیف چان بدزده. اما چان متوجه میشه، $4000 رو پس میگیره و بهش میگه که باید $10,000 دیگه هم بهش بده. اما فن که همون موقع نمیتونسته $10,000 رو جور کنه، ازش تقاضای تایم میکنه تا بتونه $10,000 رو جور کنه. اما چون فکر میکرده که فن میخواد فرار کنه، به خاطر همین در 17 مارس سال 1999 فن من یی توسط 3 مرد و 1 زن دزدیده میشه. فن رو میبرن به همون خونه‌ای که پلیسا الان داخلشن و اونجا بهش تعرض میکنن و حتی به مردای دیگه اجارش میدن و در ازاش پول میگیرن. زمانی که بدن فن انقدری آسیب میبینه که کسی حاضر نبوده به خاطرش پول بده، وضعیت فن از اینم بدتر میشه و عملاً تبدیل میشه به کیسه بوکس اونا و به بدترین شکل شکنجهش میکردن. مثلا توی یک مورد حدود 50 ضربه به سر فن خورده بود، بهش غذا نمیدادن، رو بدنش ادویه میمالیدن و پاهاشو با موم شمع و پلاستیک داغ میسوزوندن تا نتونه فرار کنه و در حین شکنجه مجبورش میکردن که لبخند بزنه و بگه که داره بهش خوش میگذره و در تمام این مدت اون دختر 14 ساله اونجا حضور داشت و توی تعرض و شکنجه به فن کمک میکرد. این شکنجه منجر به شوک تروماتیک و در نهایت مرگ فن شد. فن من یی بین 15 یا 16 آوریل سال 1999 به خاطر این شکنجه‌های وحشتناک میمیره. اونا اول تصمیم میگیرن فن رو تیکه تیکه کنن، بپزن و توی پلاستیک زباله بذارن، اما متوجه میشن این کار رو با سر فن نمیتونن بکنن. پس بزرگترین عروسک هلوکیتی اونجا رو میارن، سرش رو پاره میکنن، سر فن رو میذارن داخلش و بعد میدوزنش. پلیس وقتی وارد خونه میشه میبینه همه جا خون پخشه، خیلی نامرتبه و بعضی از اعضای بدن فن توی یخچاله. چانو میگیرن، اول اعتراف نمیکنه، اما بعد میگه از اونجایی که فن کارمندش بوده یه شب زیاد مصرف کرده بود، واسه همین اووردوز میکنه و میمیره و اینا به خاطر اینکه ترسیدن و به خاطر اینکه پاشون گیر نباشه تصمیم میگیرن اینجوری بدن فن رو پنهان کنن. از اونجایی که چان هیچ وقت اعتراف نکرد و عضو مافیای چین بود و هیچ مدرکی مبنی بر شکنجه شدن فن قبل از پخته شدنش نبود، اینا فقط 20 سال حبس میگیرن و تو سال 2020 آزاد میشن. و اون دختر 14 ساله به خاطر اینکه به پلیس کمک کرده بود و سنش زیر سن قانونی بود، اصلا حبس نمیگیره. از همون اول آزاد بود و الان هم آزاده.
پسر فن الان تو دانشگاه هنگ کنگ درس میخونه و گفته که گردنبند مادرش رو همیشه پیش خودش نگه میداره. خونه هلوکیتی بعدها به خاطر شکایت مردم و اینکه فکر میکردن روح فن هنوز اونجا پرسه میزنه تخریب میشه و تبدیل به یه هتل میشه. اما مردم میگن که تو همون هتل هم روح فن رو دیدن. این پرونده تموم شد و امیدوارم که روح فنایی عزیز در آرامش باشه. هرچند که فکر نمی‌کنم در آرامش باشه به خاطر اینکه مجرما مجازات سنگینی نشدن. اما به هر حال امیدوارم که در آرامش باشه. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشید. بای.